علیکم برادرای عزیز، ما چند دقیقه یک ویدیو نو پارتوفتیم. من کامنتایش رو خوندم. یک دو برادر بسیار گپای قوی گفته که علام‌آور. این زنی کردان و کارتامین که در کمپانی فابریلی کار میکند. او از کلی زنهای خونشین و دخترانی که عین حال در کانیکولی تابستان قرار دارند دعوت به عمل می‌آورد که کار در فابریک شروع نموده مبلغی خوب به دست بیارند. دیگر از پدر و مادر و یا برادر و خواهر مبلغ گردن کج نکرده از درآمد خویش آرزویات‌ها را عملی گردانید. از این کار بسیاری‌ها صاحب پولی کلان شدند. شما نیز عقب نمانید. تلفن‌ها در روی اکران. علیکم برادرای عزیز، ما چند دقیقه یک ویدیو نو پارتوفتیم. من کامنتایش رو خوندم. یک دو برادر بسیار گپای قوی گفته که علام‌آور. برادرای عزیز، ما باید این کار نکنیم. برای که ما هم مادر داریم، ما هم پدر داریم. این گپای قوی ما با نمیزیباد. برای همون یک دیگه ملت میبیند عیب میکند که این نبین توجیک داشته حکورت کرستوس نمیزیباد. عبدالرزاق زمانی روی اکران ها پدید آمد که آن زمان 16 سال داشت و در یک مدت کوتاه چهره او مقام و ابرویش نیز سرشناخته ترین گردیدند. او امروز پس از آن که از بران رشته همکاریش را برکند است در خارج موفقیتش تا چند کلان گردیده است که امروز او را قطار چهره های معروف دنیا دیدن ممکن است. تاجیکستان از داشتن چنین فرزندی که عرصه جهان را با نام تاجیک بودن شناخته گردان همیشه میفخرد. جای پوشیدن نیست. آخر هنر چشمه زاینده و امیدی پاینده گویان عبدالرزاق هنرور را در پهلوی سلمان خان اکتور موفق ترین بالیوود دیدن ممکن است. او حتی در پیش سلمان خان سرودخوانی نموده با سرود هندویی او را قایل گردانید. باز با نوآوری دیگر این نوبت عبدالرزاق میخواهد تمام مخلصانش را شاد گرداند. او به نزدیکی در یک فیلم هندی است که همراهی سلمان خان نقش بازی نموده انقلاب بزرگ را در شو بیزنس تاجیک و جهانی میبرانگیزد. او فرزندی هنر است. در کدام شهر یا دولت دنیا نرود او را میشناسند و از استعدادی بوی این تاجیک بچه همگی شاد میگردند. او هم در رقص و هم در سرودخوانی استعدادی والا دارد. در یک ویدیو رولک دیده می شود که با پیش عبدالرزاق یک سومکه $100 را می آورند و او گویا نظرش نمیگیرد پولی مایده چویده رو. از این برمیاد که او میلیونر شده است. پدر و مادرش دیگر نان جوی نمیخورند و دیگر خوراک نان پلو نیز در دیگشان نمیجوشد. آنها پس از آن که پسری صاحب استعدادشان جهانی شد کردشان بالای روغن گشت. آنها خانه و دری زمانوی ساخته زود به خارج کشور میروند و از حال پسری زیوزدهشان با خبر میگردند. در یک ویدیوی آخری این جوان پسر دیده می شود که او از مردم تاجیک خواهش میکند که در زیر نوارهایش حقارت و دشنام ننویسند، زیرا خارجی ها برای تاجیک بودنمان بهای پس میدهند. او هشدار داده است که یک دل یک جان باشیم و تاجیک خود را پیش دیگر دولت ها پس نزنید. عبدالرزاق 18 سال داشته. در شبکه اینستاگرام زیاده از 1 میلیون ابونچی دارد. او عزم دارد که در یک سال 100 نوگانی به مخلصانش توفه نموده باز هم نفوذ و مرتبه تاجیک بچه بودن خود را در عرصه جهان معرفی گرداند. ما از عبدالرزاق باوری کلان داریم و امید می‌بندیم که باز نوآوری هایش میتواند جهانیان را به انقلاب برانگیزد و شو بیزنس تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی گرداند. لطف